سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. دوستان عزیز من، داخل این ویدیو من چند تا از تغییرات آپدیت رو بهتون نشون میدم که یکی از اونا از نظر من بهترینشون مپای قدیمی برگشته و مدل هواپیما کلا دیگه عوض شده، یه چیز دیگه است الان و چند تا لوت سکه اومده که همینطور خودتون میبینید که بالای سرتون و پایین پاهاتون علامت میذاره که به دو حالت هست. من فقط یه حالتش رو پیدا کردم و اینی که میبینید چند تا از ابیلیتی های جدید رو بهتون نشون میدم که پیدا میشن داخل مپ. این یکی به شما رو به پرنده تبدیل میکنه و کل مپ رو میتونید باش بگردید ولی تایمیه و اگه به انمی بخورید و بترکید 50 تا دمیج به انمی میده. این یکی هم شبیه به کاراکتر راینر خودمون که یه دونه اسپایدر مینداخت که همیشه در موردش عذاب میکشیدیم. این همونه، فقط این یکی یه جور دیگه است. حالا اینی که من انداختم این چاقوه مثل کاراکتر سانچو کار میکنه، منتها اگه بندازیش همون جا بزنیش تلپورت میشی. این یکی هم همون پرنده است ولی نسخه قرمز یا همون نسخه بزرگترش که 100 تا دمیج میده و میتونی با 2 تا تیر حالا دوستان، من یه مچ دیگه استارت کردم که اینو فهمیدم که کنار این جزیره، کنار دهکده ناروتو، چند تا درخت وجود داره داخل مپ که وقتی وارد بشید اگه انیمه ناروتو رو دیده باشید این بخش رو میشناسید. حالا اینجا لوت داره که قبلا اومدم لوتش کردم و لوت خفنی داره و بهترین فیلتر شکن که من میتونم براتون معرفی کنم برای فری فایر جامه که خودتون دارید میبینید. من ازش راضیم.